به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت بینندگان محترم، فیصل صدیقی هستم، یک تن از اساتید دیپارتمنت انگلیسی اکادمی معرفت. باز هم خوش آمدید به درس امروزی ما. Lesson 67 Only. درس امروزی ما در مورد کلمه only است و در این درس راجع به موارد استفاده only مفصلا صحبت میکنیم. Only means just. کلمه only به معنای صرف یا فقط است. As an adverb, it is used to limit or emphasize a word in sentence. It normally goes before the word it modifies. خب کلمه only را قبلا هم گفتیم که به معنای صرف یا فقط است و من حیث یک قید برای محدود ساختن یک کلمه یا هم تأکید استفاده میشه. کلمه only را معمولا قبل از کلمه که راجع به آن صحبت میکنه قرار میتیم. دقت کنین به این مثال ها. Only ستایش eats vegetables. صرف ستایش سبزیجات میخوره. ستایش only eats vegetables. ستایش سبزیجات را صرف میخوره. ستایش eats only vegetables. ستایش صرف سبزیجات میخوره. ستایش eats vegetables only. ستایش صرف سبزیجات میخوره. خب دقت کنین به توضیح این مثال ها. مثال اول only ستایش eats vegetables یعنی صرف ستایش سبزیجات میخوره. در این مثال کلمه only خوردن سبزیجات محدود به ستایش ساخته، یعنی دیگر هیچ شخص سبزی نمیخوره. مثال دوم ستایش only eats vegetables. ستایش سبزیجات را صرف میخوره. در این جمله کلمه only صرف خوردن سبزیجات محدود ساخته، یعنی جمله بیان میکنه که ستایش نه سبزی را پاک میکنه نه پخته میکنه بلکه صرف میخوره. ستایش eats only vegetables. ستایش صرف سبزیجات میخوره. در این مثال کلمه only صرف سبزیجات را محدود ساخته و بیان میکنه که ستایش فقط سبزیجات میخوره، گوشت، غلجات و انواع دیگر غذاها را نمیپسنده. ستایش eats vegetables only. ستایش صرف سبزیجات میخوره. این جمله نیز مانند جمله سومی روی سبزیجات تاکید میکنه ولی از لحاظ ساختار و گفتار غیر رسمی است. دقت کنین به این مثال ها. Only احمد can paint these cupboards. صرف احمد میتونه ای الماری ها را رنگ کنه، دیگر هیچ کس نمیتونه. احمد can only paint these cupboards. احمد صرف میتونه ای الماری ها را رنگ کنه، بدون رنگ کردن دیگر هیچ کار نمیتونه. احمد can paint only these cupboards. احمد میتونه صرف ای الماری ها را رنگ کنه، بدون ای الماری ها دیگر هیچ چیز رنگ کرده نمیتونه. احمد can paint these cupboards only. احمد صرف ای الماری ها را رنگ کرده میتونه. این جمله هم مانند جمله سومی روی الماری تاکید میکنه و از لحاظ ساختار گفتار غیر رسمی است. دقت کنین به این مثال ها. Only I am preparing the salad. صرف ما سالاد آماده میکنم، بدون ما هیچ شخص دیگه ای کار نمیکنه. I am only preparing the salad. ما سالاد صرف آماده میکنم، بدون آماده کردن دیگه هیچ کار دیگه نمیکنم. I am preparing only the salad. ما صرف سالاد آماده میکنم، بدون سالاد دیگر هیچ چیز آماده نمیکنم. I am preparing the salad only. ما صرف سالاد آماده میکنم، بدون سالاد هیچ چیز دیگر آماده نمیکنم و شما میفهمین که این جمله غیر رسمی است. دقت کنین به این مثال ها. Only Sarah passed the exam. صرف سارا در امتحان کامیاب شد، بدون سارا هیچ شخص دیگر کامیاب نشد. Sarah only passed the exam. سارا صرف در امتحان کامیاب شد، یعنی فقط کامیاب شد، نمرات بلند کسب نکرد. They invited only their close friends. آنها صرف دوستان نزدیکشان دعوت کردند، دیگه هیچ کس دعوت نشدن. He speaks only English at work. او در محل کار صرف انگلیسی صحبت میکنه، هیچ زبان دیگه صحبت نمیکنه. دقت کنین به این مثال ها. Only ستایش knew the correct answer. صرف ستایش جواب درست را میدانست، هیچ کس دیگه نمیدانست. I drink coffee only in the morning.
ما صرف از طرف صبح قهوه می نوشم. دیگر اوقات نمی نوشم. The meeting is only for managers. ملاقات صرف برای مدیران است. برای دیگران نیست. We accept only online payments. ما صرف پرداخت های اینترنتی را میپذیریم. بدون پرداخت های اینترنتی هیچ روش دیگر را قبول نمی کنیم. Number 2. As an adjective, it shows uniqueness. It is always placed before the noun it modifies. خب دقت کنین با مورد استفاده دوم only. کلمه only من حیث یک صفت یگانگی را بیان میکنم که در این صورت کلمه only را همیشه قبل از اسم استفاده میکنیم. دقت کنین با این مثال ها. She is the only doctor in the village. او یگانه دکتر در قریه است. دقت کنین اینجا only یک صفت است و راجع به دکتر صحبت میکنه. اینجا only بیان میکنه که او یگانه دکتر است و بدون او هیچ دکتر دیگه موجود نیست. This is my only pen. ای یگانه قلم است. یعنی اینجا only نیز یک صفت است و راجع به قلم صحبت میکنه و بر ما میگه که ای یگانه قلم است و بدون ای قلم دیگر موجود نیست. He is their only child. او یگانه پسرشان است. This is my only chance to prove myself. ای یگانه چانسم است که خدا به اثبات برسانم. That's the only solution I think. این یگانه راه حل است به نظرم. The only thing he needed was money. یگانه چیزی که نیاز داشت پول بود. You are my only friend here. شما یگانه دوست من اینجاستین. دقت کنین به این مثال ها. You are the only person who can fix this. شما یگانه شخصی هستین که این مشکل حل کرده میتونین. That's the only solution that makes sense. ای یگانه راه حل منطقی است. He is the only teacher who explained it clearly. او یگانه استادی بود که درس را واضح تشریح کرد. The only thing I want is peace. یگانه چیزی که من میخواهم صلح است. She is the only candidate with experience. او یگانه نامزد با تجربه است. This road is the only route to the village. ای سرک یگانه راه به قریه است. To Allah subhanahu wa ta'ala, Islam is the only valid religion. در نزد الله متعال یگانه دین معتبر اسلام است. Vocabulary verbs. Emphasize, emphasized, emphasized. Limit, limited, limited. Modify, modified, modified. Prepare, prepared, prepared. Pass, passed, passed. Know, knew, known. Accept, accepted, accepted. Explain, explained, explained. Others, only, just, vegetables, cupboards, salad, online payment, uniqueness, solution, clearly, candidate, route, valid.